خارجان نشدی همی دعای بین سجده و دعای سجده گفتم من میره بار کشترک میفهموندین دعای سجده یا وقتی بین سجده سجده؟ کردن بین سجده هر دش وقتی سجده، وقتی که سجده کردید سبحان ربی العلا گفتید 3 مرتبه میتونید با دیگر دعاها کنید مانند ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا رب اغفر لي يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین و قدری غنجایشش مثلا نمازی فرض باشد و امام کوتاه سبحان ربی الاعلی میگفته باشد یعنی دعای کوتاه میکنید. اگر نمازی نافله باشد یا سنت باشد دیگر همش در دست خودتون است، میتونید دراز خوانید به قدر خواهش و رغبتتان. دعا کردن میگیره دعاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم و دعاهایی که در قرآن وارد شده است بسیار دعاهای جامع هست. جامع یعنی یه جمله دعا هست تمام دین و دنیا رو در بر میگیرد، یعنی یگان چی نمیماند که از نیکی های دنیا و آخرت شما نپرسیدگی مانید، همش پرسیدید. همین دعاها رو اگر حفظ کرده گوید خوب است، برای که این دعاها را پیغمبرها و بزرگان گفتند و الله تعالی در قرآن نقل کرد یا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث نقل کردند. مانند دعای حضرت یونس الله تعالی در قرآن نقل کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث نقل کردند. یا دعای حضرت ایوب رب مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، یا دعای حضرت موسی اینی لما انزلت الی من خیر فقیر، من به هر چیزی که تو نازل کردی محتاج هستم. یا دعای حضرت نوح رب اینی مغلوب فانتصر، پروردگار من مغلوب شدم. 950 سال مردم دعوت کردن، مردم قبول نکردن، همگی 80 کس. بعد گفتن که رب اینی مغلوب فانتصر، ای الله من مغلوب شدم، یعنی نتونستم وظیفه ما اجرا کرده، اینو من غلبه کردم، هر روز جنگ و جدال و دشمنی، من مغلوب شدم، فانتصر برای من نصرت ده. بعد الله تعالی دعای حضرت نوح را اجابت کرد، یا با آب فرستان از زمین و از آسمان که غیر همین 80 نفر مسلمان ها دیگه همه به آب غرق شده، تمام نسل حضرت آدم علیه السلام یک بار در دنیا باقی نماند دیگر، چون که حضرت نوح دعای بد کردن رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ای عمر تو به مانند حضرت نوح و حضرت موسی سختگیر به کافرها، اما تو ابوبکر مانند حضرت ابراهیم و حضرت عیسی، اینا ای الله اینهای بخش میگفتن، کافرهای هدایت کن و بخش. حضرت موسی و حضرت نوح دعای بد کردند در حق قومشان، در حق فرعون. حضرت عمر هم سختگیر بودن به دشمنای اسلام، حضرت ابوبکر با امید اون که اسلام میبیارد گفته ملایمی میکردن. خلاصه یعنی دعاهای این بزرگای کردن خوب است. وقتی که حضرت نوح دعا کرد الله تعالی گفت که ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون، در حقیقت نوح ما را ندا کرد. ندا از دور میشه ای الله، ولقد نادانا نوح، در حقیقت ما را نوح ندا کرد، فلنعم المجیبون، چه خیلی ما خوب دعا را اجابت میکنیم. گفت الله تعالی به خودش ثنا گفت فلنعم المجیبون، ما چه خیلی هم اجابت کننده های خوب هستیم. اگر بنده واقعا سزاواری شخصیتی باشد که ولا این سألنی لأعطینه، اگر بنده من مرا پرسد من میدهم، اگر پناه طلب کند من در پناه هم میگیرم. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم که در حدیث قدسی الله تعالی گفت که من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کدام آدمی که ولی مرا اذیت دهد، ولی من یعنی دوستی مرا
الله میگه کدام آدمی که دوستی مرا اذیت دهد من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب من بر ضد وی جنگ اعلام میکنم. ببین در مسئله ریبا الله تعالی گفت که کسی که از ریبا خوری بعد شنیدن پند باز نیستد او اعلام کند جنگ بر ضد الله و رسول. لیکن در مسئله اذیت دادن دوستی الله، کسی دوستی الله باشد و کسی وی اذیت دهد، تهمت کند، غیبت کند، آزار دهد، الله تعالی میگه که من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب اگر کسی ولی مرا اذیت دهد من ضد وی جنگ اعلام میکنم. الله ضد همون آدم جنگ اعلام میکنه، ضد اذیت دهنده دوستش همین خیل جنگ اعلام میکند که زنش دشمنش میشد، فرزنداش دشمنش میشد، یار و نزدیکانش بعدش میبینند. در کجایی که رود در روبروش یک جنگاور میبینند. کدام آدمی که دوست الله تعالی را اذیت میکند. بنابراین دعاهای این بزرگان حفظ کردن، مثلا الله تعالی دعای حضرت آدم نقل کرد ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. این دعای هم حضرت آدم هم حضرت حوا کی گفتن؟ بعد اینکه الله تعالی از جنت به زمین پرتافت، وقتی به زمین فرا آمدن گفتن که ربنا ظلمنا انفسنا، ای الله ما به انفس با نفسهای خویش ظلم کردیم، یعنی فرمان تو را اجرا نکردیم، از منع تو باز نایستادیم، این درخت به نزدیکی نکن، گفت نزدیکی کردم و برای نفسهای خودمون ظلم کردیم. در جنت کار نکرده میخوردن میگشتن، نکن در زمین الله تعالی برایشان کشت و کار یاد داد، زمین شدگار کردن، گندم کاریدن، ای با آب موندن، گندم وقتی که برآمد و حاصلاش پخت و درویدند و خوشش جدا کردند و دانش جدا کردند و آسیا کردند و نام پختند و بعد خوردند. در جنت این خیل نبود. ربنا ظلمنا انفسنا، ای پروردگار ما به نفس خویش ظلم کردیم، ان لم تغفر لنا، اگر تو ما رو مغفرت نکنی و رحم نکنی ما لنکونن من الخاسرین، البته ما از جمله ضررکارها زیانکارها میشه. دعای حضرت آدم، حضرت نوح، دعای حضرت ابراهیم حسبنا الله و نعم الوکیل. حضرت ابراهیم در هوا با منجنیق به روسی چی بود؟ کتاپولت بود با منجنیق مشرکا به سوی آتش حضرت ابراهیم پرتافت. آتشی بلند بود، از نزدیکی برده تیله داده نمیشد. بنابراین به واسطه منجنیق هم آلتی که خرسنگ‌های بلند پیشتر برای فتح قلعه ها استفاده میبرند، برای قلعه های گرفتن خرسنگ‌های مونده از دور هوا میدادن، به همون حضرت ابراهیم شناده به هوا سر دادن تا اینکه آمده به آتش افتن. در هوا بودن جبریل آمد گفت که ای ابراهیم یگان خدمت هستمی، چیکار کنیم؟ اما لک فلا، گفتن اما برای تو باشد حاجت ندارم، یگان خدمت هست، یگان حاجت هست. گفتن اما لک فلا، اما برای تو باشد نه. نباشد جبریل نوگی قناتش حضرت ابراهیم نجات داده میتونست. 600 قنات دارد، 2 قناتش بین مشرق و مغرب پر میپوشاند. فرشته جبریل چه خدمت گویند؟ اما لک فلا، برای تو باشد نیست. گفتن اما الی الله حسبنا الله و نعم الوکیل، اما به سوی الله باشد برای من کفایه کننده. حسبنا الله، کفایه کننده ما الله است و نعم الوکیل، چه خیلی وکیل خوش است. یعنی یک کار به وی میسپاری دیگه خاطرات جمع. همین دعای وقتی که گفتن حالی به آتش نرسیده، الله تعالی گفت که قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، ما گفتیم که آتش خنک شو و سلامت شو بر ابراهیم. از بین آتش صحت سلامت برآمده رفت. بنابراین این دعاهای پیغمبرها
دعاهایی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصوصا پیغمبری ما صلوات الله و سلام علیه این دعاها رو حفظ کنید اون برادران، برای اینکه همین دعاها رو کرده پیغمبر صلی الله علیه وسلم به همین مرتبه رسیدن. این دعاها رو حفظ کردنش اولش اینکه این حدیث است، دومش اینکه این دعای پیغمبر است، دعا میکنید با این و پیامبر صلی الله علیه و سلم دعای نیک کردن برای آن آدمی که حدیث حفظ میکند. نضر الله امرا سمع مقالتی، روش پر نور و منور کند آن آدمی که سخنی مرا میشنود، یعنی حدیث را فحفظها حفظ میکند، فاداها کما سمعها سپس همون حفظی کرده که به مردم میرساند چه خیلی که شنوید. همین آدم پیامبر صلی الله علیه و سلم دعای نیک کرده گفتن که نضر الله امرأ، الله تعالی روش پر نور و منور کند هم در دنیا هم در آخرت. یعنی این دعاها خیر و برکه هست برادران. بنابراین خوب است که دعاهای قرآنی و دعاهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خود کنید. این نامش دعاء المأثور میگوید، دعاهای مأثور، یعنی با اثر آمدگی است، از بزرگان روایت شده است. بله